12 خانه یک منزل استقامتی که از جانب نظامیان قرقیزستان مورد حمله قرار گرفت پر سوخته نابود شده است. یک عائله که از 14 نفر عبارت است به خانه و به در ماندند. هرچند از مناقشه سرحدی 4 روز گذشت اما هنوز خسارات ها معین کرده می شوند و دود تیر و تفنگ کشور همسایه هنوز برآمده ایستاده است. منزل استقامتی سیفالله محمدرضایف پر سوخته نابود شد. این منزل در کوچه دوستی دهه باغستانی جماعت چیلگزی شهر اسفره در نزدیکی خط سرحد جاگیر است. حمله ناگهانی دشمن با تیر و تفنگ او را مجبور کرد که به یک افت-ماشین نزدیک 20 نفر را سوار کرده راه خلاصی را پیدا نماید. ماشین خواننده بود خیلی پیش بماندن پیش نگاه کننده. زویدی کردم خودم ماشین خور رفتم و سکوسپ زدم و ریسک کردم پیش بگذاشتم. یعنی اوغل بود. سوم بیمه و برورم بیمه گیتم برافتی بودم. بچه‌مون تیار شد استم گفتم و کالا بچه شد و زن بچه کچای سورشا گفتم. سور شد بود که سونی گفت که دکمنت گفت که دکمنت با کلا نباشه بر سامدلان بریم گفتم. هم تو یک 5 متر باید کردن که پایان کدام بود. کدام انگشت دست با خوردم سوم سرچم دادم ماشین ایکم برای افتادم خشود آخرش یه مرد چون هم بیگم به خانه میخواد چیکار می‌کنم نان چوک نمی‌کنم اونجا با رای گوی داخل راننده همش بلندوست تپالت سوشتی پایان کتای می‌کرد بودم خیلی سال‌دا گفت که اکیا اونجا عینکم گوهر می‌خواد گفتم اوضاع تو میاری گفت میشه به میگات میزنه گفت های کنم برای گفت سونم من کایسه سرچم گفتم سوش های کنم گفتم برای سرچم های کرد. در این حمله تمام حجت، مبلغ، ذخیره‌های شعله و گندم که برای گذراندن فصل زمستان پیش بینی شده بود، پر نابود شده است. حالا 14 اعضای یک عائله به خانه و در مانده در منزل استقامتی پیوندان و دوستان و همسایه‌ها عمر به سر میبرند. پدر این خانواده با حسرت میگوید که 4 روز شد در منزل شخصان دیگر زندگی میکند، اما این حالت تا کی دوام میکرده باشد؟ من اینجا بقال خودم که اشتقه میسوله گندم بندم همه ذخیره و همش برا که این صاف بقال که خلق بتیا یک بود تیا سیر میشن یک مستند میمورا این صاف خیرات هم من دستگیری کرده اگه چی دکه باشه بیا خونم خورم من یه خدا باشه که بی من اونجا زندگی خلاصی اما جون شده وای میخشو اینها یا خودشون سپیسیال بروات خلقش وای کرد یا یگان وای کرد که خلق نمانداس بود اینها چیزی شده و همیشه شد. برابر سیفالله محمدرضایف در محله دوستی دهه باغستان منزل استقامتی 5 عائله دیگر سوخته نابود شده است. آنها نیز به سرپناه مانده در حوله پیوندانشان عمر به سر میبرند. تقدیر من بعده آنها چگونه خواهد شد هنوز معلوم نیست، اما خساراتی که نظامیان قرقیزستانی به عائله‌های تاجیک رساند کلان است و برای برقرار کردن آن خراجات زیاد لازم میباشد. گزارش مفنوش کرو نعیمجان ایوبов و سرور همدمов برای برنامه اطلاعاتی خبر از دهه باغستانی جماعت چیلگزی شهر اسفره.